بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، دوستان عزیز، خواهران و برادران گرانقدر، در مورد وضعیت امروزی مسلمان های فلسطین خدمتتان عرض بکنیم که به حال اقدر انسان هایی که در اونجا، مردم های مظلوم، زنها، اطفال، موسفیدان و مردم بیچاره که در اونجا تقریبا تعدادشان حتی به 7000 رسیده، دوستای عزیز، باید بگوییم که انا لله و انا الیه راجعون. دوستان عزیز، در مورد جنگ اسرائیل و امریکا و طرفدارایش در مقابل مسلمانای فلسطین باید گفت که در اینجا چند نقطه بسیار اساسی هست. اولی که در این جنگ بین مردم مسلمان فلسطین و با امرای مردمای غاصب، تروریست، جنایتکار و کسایی هست که اونا از تمامی دنیا تقریبا در 40-50 سال جمع شدن و حرکت صهیونیستی را تشکیل دادن و آمدن در فلسطین حکومت ساختن. در فلسطین مردم اصلی فلسطین بعضش مسلمان، بعضش یهود و بعضش نصارا هستند. اونا با هم به شکل مسالمت آمیز زندگی میکردن، ولی زمان مشکل پیدا شد که هرزل که مؤسس حرکت صهیونیستی هست خواست که صهیونیستای کل دنیا را جمع بکنه و بیاره به فلسطین و تمام فلسطین اشغال بکنه و مسلمان های از این منطقه دور بکنه و به عوضش یهودایی که صهیونیست هستن اونا رو اینجا جاگزین بسازن. و طبعا زمانی که هرزل موضوع فلسطین مطرح کرد و در وقت خلافت سلطان عبدالحمید که وقت مسلمان ها خلافت داشتن، این موضوع مطرح شد و به پیش سلطان رفتن. سلطان عبدالحمید برشان گفت که ما یک بلست از خاک فلسطین بر شما نمیتم تا زمانی که توته نشده باشم و پارچه نشده باشم، شما یک بلست خاک فلسطین از پیش ما گرفته نمیتونین. ولی به اساس دسیسه‌ای که صهیونیستا به امرای صلیبی های انگلیس و به امرای قوم پرستای عرب و ترکیه کردن، بالاخره خلافت سقوط دادن، سلطان عبدالحمید دور کردن و بعد از این که مصطفی کمال که ای هم از یهود دونما بود، با قدرت رسیدن از این به عوض نظام خلافت اسلامی نظام کفری جمهوریت جابجا شد و انگلیس ها به شکل تدریجی فلسطین تسلیم صهیونیستا کردن. دوستای عزیز، از همون وقت تا امروز این مشکلات بین مسلمان ها و بین صهیونیستا شروع شد و مسلمان ها و مجاهدین اسلام در مقابل از اونا از امروز جهاد اعلان کردن و همه مسلمان های دنیا اتفاق نظر دارن که اگر یک وجب از خاک اسلام به دست کفار باشه، بالای تمام امت اسلام جهاد فرض عین می باشه. نقطه دیگه ای که دوستای عزیز، امروز در فلسطین هر قسم مردم است، احزاب مختلف است. در فلسطین بعضی مردم سیکولار هم هستند
موحدین هم هستند، مردمای دیندار و موحد هم هستند، مردمای دموکرات و مردمای که مطابق سیستم دموکراسی میخوان نظام بسازن اینا هم هستن. احزاب مختلف وجود داره، نمیشه که بالای تمامشان یک حکم بکنه. مثلا در افغانستان مسلمان هم هست، بعضی کسایی که میگه مسلمان هستیم قوم پرست و سیکولر و کمونیست و بیدین و دموکرات جمهوریت خواه به می قسم مثل که در اینجا هستن در اونجا هم هستن. بناهن در مقابل یهودیا و صهیونیستا و طرفدارای از این از امریکا و اروپایی ها تنها یک حزب یا یک گروه نیست که جنگ بکنن، بلکه تمام مردم فلسطین می جنگن و ای که مثلا در بینشان کی به کی هدف می جنگه او دیگه انما الاعمال بالنیات است و ما برای کسانی که به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر بلند شدن بیرق اسلام و به خاطر آزادی قدس اسلامی که یک مرتبه توسط عمر رضی الله تعالی عنه و مرتبه دیگر توسط سلطان صلاح الدین ایوبی فتح گردید، باز هم از الله میخواهیم که بر ما مسلمان ها توفیق نصیب بکنه که مرتبه سوم ایره از دست اشغالگرها ما و شما فتح بکنیم و توسط موحدین فتح شوه و بیرق اسلام در اینجا بالا شوه. و در جنگ فلسطین و در دفاع از قدس حتی تنها مردمی که در فلسطین هستن هم نیستن، بلکه مردمای مسلمان های دیگه جاها از تمام جهان در اونجا دلبسته هستن و اگر امکانات باشه هر مسلمان علاقمند از این است که به خاطر آزادی قدس و اعلای کلمت الله در اونجا هر مسلمان جهاد بکنه. دوستان عزیز، نقطه دومی است که اسرائیل در طول می چندین 50 سال به این شکل نشان داده می شد که یک دولت بسیار قوی هست، به خاطر ازی که یک وقت جمال عبدالناصر وقتی در مقابل از اینا با امرای سوریه و با امرای بعضی کشورهای عربی جنگ عرب و اسرائیل اعلان کردن و مشکل از اونایی بود که اونا خودشان مردم های بیدین و مرتدی بودن که به زیر بیرق عربیت می جنگیدن. اگر شما گپای علمایی که در او عصر بوده از بشنوین، اونا می گفتن که حتی مجاهدینی که می خواستن، مسلمان هایی که از دیگر کشورها می خواستن به علیه اسرائیل و به علیه ای حکومت صهیونیستی و طرفدارایش که او وقت انگلیس و فرانسه و امریکا و اینا بودن جهاد بکنن، حکومت ها و خصوصا حکومت مصر مانع از اونا میشد و همین بود که اونا نتانستن با لشکر سیکولر خود در مقابل از استاد شوند و همین علت شد که بالاخره اونا صهیونیستا تانستن که بر علاوه مناطقی در فلسطین حتی مناطق جولان در سوریه و منطقه سینا در مصر و صحرای سینای مصر و حتی بعضی از مناطق از لبنان هم دوباره بگیرن و بالای ایره هم بر علاوه دیگرها اینا را هم اشغال بکنن. بناهن او وقت جنگ جمال عبدالناصر جنگ عرب و اسرائیل بود، نه جنگ اسلام و اسرائیل، و از این خاطر اونا شکست خوردن و باز بعد از او اسرائیل امی قسم تبلیغ میکردن که اسرائیلیا بسیار قوی هستن و بسیار زور دارن، ولی در چند روز ما و شما میبینیم که اسرائیلی ها به چی اندازه بزدل هستن و به چی شکل فرار میکردن و در مقابل یک تعداد کم نتانستن که اینا استادگی بکنن و آل فعلا امریکا هم با تیارای خود آمد، با سلاح خود آمد، کشتی های تیر بردار آورد و رئیس جمهور امریکا و دیگر آمدن تا اینا را چی کنن؟ تشویق بکنن به خاطر از اینکه ما در کنار شما هست. بدبختی در اینجاست که کشورهایی که در اطراف اسرائیل هستن، کشورهایی که در چهار اطراف فلسطین هستن، اینا کشورهایی هستن به اساس قراردادهایی که با امریکا و با ناتو و با اسرائیل و با صهیونیستا کردن، اینا مانع مسلمان ها
به جهاد، به رفتن به جهاد اونجا میشن. این بزرگترین بدبختی هست که نشان میده که این نظام های سیکولار، نظام های بیدین و نظام های هستند که اینا از یهود کرده هم خطرناکتر هستند. چرا؟ مانع اساسی در مقابل مسلمان ها اینا هستند که مسلمان ها نمیتونن که به اینجا برای جهاد برن. شما اگر به مصر یک چند نفر جوان برن برای سیاحت، برای زنا، برای شراب خوری، برایش بسیار امکانات میتن. اما اگر جوانای برن و بگوین که ما میخوایم به فلسطین به جهاد بریم، همون لحظه حکومت مصر، حکومت اردن، این حکومت های دیگه که هستن، اینا ایره چی میکنن؟ اینا این جوانا را بندی میکنن و هم میکشن. این بزرگترین مشکل مسلمان ها در عصر امروزی هستند که نظام های مزدوری که در این کشورها جابجا شده هست مانع اساسی جهاد در مقابل صهیونستا و طرفدارای از اینا هستند. دوستای عزیز، موضوع سومی که در اینجا خدمتان به عرض برسانم این است که شما ببینین صهیونستا و طرفدارای از اینا مردانگی و شجاعت و قوت دهی هست که انسان با کسایی که می جنگه باید بجنگه. اما مردم عام و مردم طفل و جوان و خانه های عام مردم نشان گرفتن، ای از نشانه از بسیار بیغیرتی، از نشانه بسیار بی‌همتی و نشانه حقیقی از تروریست بودن از اینا هست. اینا همیشه از تروریسم و تروریست صحبت میکنن و مسلمان ها را متهم میکنن، در حالی که تروریست کسی است که طفل و زن و پیر و انسان های بیگناه و انسان هایی که در خانه ها هستن، اینا خانه های مردم و مردم ملکی را بمبارد میکنن. و اینا شما با چشمتان امروز ثابت میشه که چقدر اینا خانه های مردم ملکی را بمبارد میکنن و مردم بیچاره را بمبارد میکنن و به این شکل اینا دیگه کشورهای اروپایی و امریکا و دیگه کشورهای غربی از این جنایت از اینا دفاع میکنن. پس اینجا معلوم میشه که جنگ چی هسته. در اینجا معلوم میشه که اینا ظالم هستن، طغیانگر هستن و متجاوز هستن. و اگر امروز هم کسای با چشم خود ایره میبینه و باز هم از اسرائیل و باز هم از امریکا و باز هم از کشورهای غربی دفاع میکنه، در اینجا معلوم میشه که در امی آیت شریف داخل میشن که الله متعال میگه که ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الانس والجن، یقینا که ما برای جهنم یک تعداد زیادی از انسان ها و جن ها را آماده ساختیم. اینا کدام مردم ها هستن؟ کسایی هستن که لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن با قلب خود حقیقت درک نمی کنن، چشم دارن با چشم خود حقیقت نمی بینن، گوش دارن با گوش خود حقیقت نمی بینن. امروز نمی بینن که هر شب به صدها تن طفل در زیر خانه ها، نمی بینن با صدها زن در زیر خانه ها توسط بمبارد و توسط از بین میرن. طفلای معصوم در شب خانه ها دوا نیست، وضعیت بسیار خراب است، ولی به چشم می بینن. باز هم اینا حق پیدا نمی کنن و نمی فهمن که مردم مظلوم فلسطین، مسلمان های مظلوم جهان مظلوم هستند و اصل تروریست امریکایی ها و اروپایی ها و انگلیس ها و اینمی ناتو و طرفدارای از اینا هستند. پس کسایی که با وجود از این حقیقت درک نمی کنن بفهمن که اینا جهنمی های هستند که باز هم حقیقت درک نکردن. لي الله من حب أقام بمهجتي